بچه چطوری؟ خوش اومدید یک ویدیو جدید با علی و علی هم در کانال. ببینید این ویدیو در کانال یوتیوب علی و در کانال آپارات من آپلود میشه. امروز ما که ببینیم چی بگو. سلام بچه‌ها. با منی؟ امیدوارم که خوب باشید. اومدیم با چالش نقاشی. بله چالش نقاشی چیه؟ و هر چیزی که من کشیدم نه مقدارش بخورم. دقیقاً. حالا بریم. این معطلی لایک کنید اگه در یوتیوب داری می‌بینید. عذرخواهی می‌کنم فقط لایک فالو کنید. اگه در نشه و ببینید ساب کنید از آپارات منید فالو کنید. آقا بزنید تو هم دیگه این چالش نقاشی خفن داشته باشین. لیتس آقا من تایمر رو که زدم علی باید بکشه 3 2 1 20 ثانیه وقت داره. لیتس گو. اولا هم یکم چه اینجوری تر بگه 7 8 9 10 14 15 توقف. آقا تو 15 ثانیه یکم آقا میبینید که چی کشید؟ آب سیب. چه جوریه؟ این حالا سیبشه دیگه مثلا یعنی مثلا یعنی این سیبشه. من که آقا. واضح بشه یه سیب گذاشتم توی اینجا. 15 ثانیه یه دونه آب سیب کشید. بریم که با هم دیگه برطرفش کنیم و بریم که یک آب سیب خیلی خوشمزه برای آقا علی بگیریم و لیتس گو. آقا آب میوه سیب نداشت ببینم که میوه هلو گرفتیم. بله تموم شد به همین راحتی. آقا حالا یه نقاشی دیگه تو فرصت داری بکشی. هر چیزی دوست داری. این فقط خوراکی بود. الان هر چیزی دوست داری برو بریم. آقا هر وقت من گفتم شروع میکنی فقط گوش کن. هر چیزی دوست داری بکش. تایمم خودم میشمارم 3 2 1 2 3 4 چیه این 5 6 7 8 11 12 13 14 چی؟ پارس کجام درانم؟ میخواد بگی پارس خودمونو بیام بدمه. بریم که برش پارس بخریم. یه پارس برات گرفتم. اینم کلیدش. برو بیرون. اینم از پارست. پارست این نیست ولی این. از ماشینت راضی؟ خیلی خوب. بیا اینم برات تو. آقا خیلی نگوچه نبودید. لایک کنید ششه تا یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار. آقای مثلا نظر انتقاد پیشنهاد خداحافظ.